سلام به همراهان عزیزم. انشالله که حالتون خوب و سلامتین. میخوام امروز رشته پلو درست کنم. گفتم شما هم ببینین. انشالله خوشتون میاد و میپزین. مواد لازم: برنج، گوشت چرخ. رشته پلو رو میشه هم با مرغ، هم با گوشت تیکه‌ای و هم با کوفته قرقری. من امروز میخوام با کوفته قرقری درست کنم. گوشت چرخ کرده، سیب زمینی برای تهدیگ، خرما، کنج دنباز برای تهدیگ، رشته، نمک، روغن و پیاز. اینجا من 3 تا پیاز گذاشتم. یکی رو برای کوفته قرقری میخوام، 2 تای دیگر رو سرخ کنم داخل غذا بزنم. بعد من 3 پیمانه برنج، 3 نفریم، یعنی 4 نفریم. 3 تا پیمانه برنج خیس کردم. بعد این رشته هم که میره داخلش زیاد میشه، باید کمتر برنج خیس کنین. وقتی به تعداد مثلا 4 نفرین 4 تا پیمانه خیس نکنین، با رشته زیاد میشه. برای هر پیمانه شما تو دستتون بگیرین، اینجوری 1 دونه کافیه. برای هر پیمانه مثلا 4 تا پیمانه دارین، 4 تا اینجوری بریزین. بازم بستگی به این داره که شما رشته زیاد بخواین تو پلوتون باشه یا کم. گوشتم دلخواهه. من 200 گرم 250 گرم گوشته. سیب زمینی هم که برای تهدیگ، خرما هم هر چقدر که دوست دارین. برای هر نفر 3 تا میخواین بذارین، 4 تا میخواین بذارین، 2 تا میخواین بذارین. این کنجدم که وقتی میخوام سیب زمینی بذارم تهدیگ، روغن که بریزم، کنجدم میپاشم تو روغن، بعد سیب زمینی ها رو میذارم، خوشمزه میشه. زعفران و دارچینم روی پلو میپاشیم. این کنجدا الان کم شده، این گربه های شیطون چپه کردن. خب میریم که با هم درست کنیم. همه گوشت رو قرقلی میکنیم، بعد میذاریم روی آتیش تا سرخ بشه. تو این گوشت من 1 دونه پیاز رنده کردم، نمک زدم و زعفران. بعد همش رو درست میکنیم به این صورت. بعد میذاریم روی آتیش تا سرخ بشه. حالا باید سرخ بشه دیگه. امروز اومدیم این پارک جنگلی، پارک تندورست اسمش، حفاظت شده، خیلی با صفا و قشنگه. بعد قراره که رشته پلو اینجا بپزم و
رشته پلو بخوریم. من گفتم کنارش یک دمنوش هم بخوریم. نبات و زعفرون و تخم ریحان خیلی خوشمزه میشه، امتحانش کنیم. حالا درست میکنم. نباتم که هر اندازه که دوست دارین میریزین توش. بریزم ببین. هفتش دقیقه 10 دقیقه که مونده برداریم رشته رو میریزیم. خورما رو در میاریم، بعد تو روغن یه سرتفی میدیم. کشمش هم همینطور. کشمش رو اگر نشسته بود خواستین بشورین حتما باید خشکش کنین، ولی باد میکنه بد میشه. حالا سیب زمینی ها رو تهش میچینیم قشنگ. آره من گفته بودم کنجد،
ولی از خونه اومدیم اینجا من کنجد رو یادم رفته. اگه نه کنجد رو تو روغن میریختیم بعد سیب زمینی رو میریختیم بالاش. پیاز رو میریزیم. کشمش و خرما رو کنار میذاریم، اگر کسی دوست نداشت مخلوط نمی کنیم، هر کس دوست داره بخوره. اینم کوفته قلقلی. دارچین و زعفران از اینجا بیار. دارچین و زعفران. یکم هم روغن. حالا درشو میذاریم و آتیش میریزیم بالاش. من خرماشو بردارم.